درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. همونطوری که میدانید در این برنامه ما ثابت خواهیم کرد که و ثابت کردیم در قسمت‌های گذشته محمد ابن عبدالوهاب که به عنوان مؤسس مذهب وهابی ازش یاد میکنند در نزد روافض و شیعیان و مخالفین حرکت توحیدی و شیخ الاسلام ابن تیمیه و همه این بزرگوارانی که به عنوان مفکرین و مؤسسین فکر سلفیت یا وهابیت مطرح شده اند، همان عقیده ای رو داشتن که ائمه بزرگوار اهل بیت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تا امام حسن عسکری، این بزرگواران همون عقیده ائمه بزرگوار اهل بیت رو داشتن و تبلیغ میکردن. در طول این برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان بودیم و امشب نیز حضرت مولانا تشریف دارن که با تبسم زیبا در استودیو در خدمت شما عزیزان هست. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من در آغاز این برنامه خدمت شما جناب استاد انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و با برنامه دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان انشاءالله خواهم بود. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، ما در تقریبا میشه گفت حوایل ماه محرم الحرام بود که پیام هایی فرستادیم از طریق ایمیل به 3 تن از مراجع بزرگ شیعه که بیشترین تالیفات و مقالات و برنامه ها رو در رد وهابیت داشتن. از میان این اشخاص آیت الله جعفر سبحانی بود که ما پیامی به ایمیل ایشون ارسال کردیم. کارگردان از برنامه اگر نشون بدن، این مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی بود. تشکر میکنم احمد آقا. و همچنین پیامی برای نجم الدین طبسی، آیت الله نجم الدین طبسی، یکی دیگر از کسانی که بیشترین فعالیت ها رو بر علیه به قول خودشون وهابیت داشته. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی که این نامه رو خدمت ایشون فرستادیم از طریق ایمیل. و همچنین پیامی هم برای آقای مکارم شیرازی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی. دوستان اگر این سفر هم نشون بدن، خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی. و در این نامه ها ما از این 3 مرجع شیعه درخواستی کرده بودیم که من متن نامه رو خدمت شما عزیزان میخونم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تعریفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب را که به نظر
جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایند. و برای اینکه جای هیچ توجیه ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایند. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه live@wasalfa.tv ایمیل برنامه در تاریخ 2 محرم سال 1438 این نامه از طریق پست برایشون ارسال شده. در 28 ذوالحجه طریق ایمیل هم این پیام رو برای این مراجع شیعه فرستاده بودیم. و آقای مکارم شیرازی از دفتر ایشون پیامی برای ما فرستادن بعد از حدود 1 هفته در 2 اکتبر که نوشتن این بخش تنها جهت ارائه انتقاد و پیشنهاد در مورد سایت طراحی شده است. لطفاً این نامه را به صورت مکتوب به دفتر معظم الله در قم ارسال نمایید. قم، ابتدای خیابان شهدا، دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی. کد پستی اینقدر جالب است که در زیر نامه نوشته بودن که دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی. حتما بیچارا پرینتر نداشتن، بازار شکرم که کساد شده. به خاطر همین ما دوستان زحمت کشیدن و این نامه رو از طریق پست امرجنسی هم برای ایشون فرستادن. اینم تصویر پست ارسالی. احمد جان اگر نشون بدید. آیت الله مکارم شیرازی. اینم آدرس ایران، استان قم. اینم کد پستی ایشون، دفتر آیت الله مکارم شیرازی. و این نامه هم به دفتر ایشون رسیده. منتها تا هنوز ما هیچ پاسخی از آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جعفر سبحانی دریافت نکردیم. خوشبختانه در هفته‌ای که گذشت از دفتر آیت الله نجم الدین طبسی پیامی فرستاده شد و خلاصه ما هم با خوشحالی تمام این پیامی که جواب نامه ما بود رو خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان تقدیم کردیم. این ایمیلی است که از دفتر آیت الله نجم الدین طبسی فرستادن. دوستان اگر نشون بدن، این info.vela@gmail.com ایمیل رسمی ایشون هست و نوشتن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاسخ جناب آقای حسن سبزواری، یکی از شاگردان حضرت استاد نجم الدین طبسی، به نامه ارسالی از جانب شما در فایل PDF ضمیمه ایمیل شده. این فایلی است که ایشون فرستاده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی عباد الله الصالحین. نامه شما را که از طریق ایمیل برای حضرت آیت الله نجم الدین طبسی فرستاده بودید به محضرشان تقدیم نمودم. حضرت استاد کتاب‌ها و سخنرانی متعددی را که در رد وهابیت و نظرات محمد ابن عبدالوهاب نوشته و بیان کرده بودند کافی و وافی دانسته و نیازی به پاسخ دادن به چنین نامه‌هایی نمی‌بینند. این جانب به عنوان یکی از شاگردان ایشان در مقام پاسخ به نامه مذکور نظر شما را به چند مطلب معطوف می‌دارم. جناب حضرت مولانا ادامهش با شما. الحمدلله ما خوشحال هستیم که حداقل ایشون یک پاسخی رو دادند، گرچه به هیچ عنوان همان گونه که در جوابی که برایشون ارسال خواهیم کرد حتی 1% به مطالبی که ما از جناب آیت الله طبسی خواسته بودیم نه اشاره کردند و نه پاسخی را در واقع دادند.
و در ابتدای این پاسخ گفتند که جناب آیت الله طبسی فرمودند که کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی که ایشون دارند در رد وهابیت کافی و وافی هست و نیازی به پاسخ دادن نیست. اگر واقعا جناب استاد نیازی به پاسخ نمیدیدند، شما به اجازه چه کسی جواب دادید؟ اگر اجازه ندادند و نیازی نمیدیدند که پاسخ بدن به پاسخ به ایمیل ما، خب شما نباید این جواب رو میدادید. اگر اجازه فرمودند که شما به نمایندگی از ایشون جواب بدهید، حداقل یک جواب علمی و آنچه از شما خواسته شده بود باید شما پاسخ میگفتید که متاسفانه در این زمینه هیچ گونه پاسخی رو ما دریافت نکردیم. و ایشون هم گفتند که به عنوان یکی از شاگردانشون در مقام پاسخ به نام مذکور نظر شما رو به چند مطلب معطوف می‌دارم. و این مطالبی که این آقای کسی که پاسخ را داده به عنوان شاگرد ایشون، آقای سبزواری، در واقع ایشون هیچ گونه اشاره رو نکردند به مطالبی که ما از ایشون خواسته بودیم و گویا که اصلا متن نامه رو نخونده باشند و یک سری افتراها و اکاذیبی را که نیاکانشون گفته بودند یا هم فکرانشون گفته بودند، مخالفان و معاندان شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه گفته بودند، اونها رو از کتابشون، از کتابی که خودشون باز نوشتند کپی کردند و برای ما فرستادند. و جالب هست ایشون میگند که هر مسلمان با انصافی با اندک مطالعه و تدبر و تأمل متوجه خواهد شد که بین اسلام و توحید خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام و توحید ادعایی محمد ابن عبدالوهاب هیچ گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد تا در مقام مقایسه آن با توحید معرفی شده توسط اهل بیت علیهم السلام پرداخته و یا از آن دفاع نماییم. خب این یک ادعایی هست که شیعه در طول این سالیان اخیر و خصوصا در دوران حکومت جدید و انقلاب ایران اومدن و این مطلب را مطرح کردن. و یک ادعا هست، ما هم برای این که این ادعا رو شما واضح بکنید و روشن بفرمایید، ما ایمیل رو برای شما فرستادیم و فقط 3 مورد رو از شما خواستیم که شما در پاسخ این ایمیل فقط 3 مورد از مواردی را که توحید محمد ابن عبدالوهاب با توحید ائمه تضاد و تناقض دارد، این رو برای ما اثبات بکنید از کتاب‌های خود ائمه شما، از اقوال ائمه‌تون، به شرطی که صحیح و صریح و بدون معارض باشه. من فکر نمی کنم که این کار یعنی زحمت زیادی رو برای شما داشته باشه که فقط 3 مورد از کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب و خصوصا کتاب توحید ایشان که معروف ترین کتاب ایشون هست، ما از شما خواسته بودیم که این 100% تناقض و 100% تضاد را کنار بگذارید. فقط 3 مورد رو ما خواستیم که شما تناقض باورهای محمد ابن عبدالوهاب را یا دیدگاه ایشان در مورد توحید را، تناقضش را با عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم از اقوال اهل بیت برای ما اثبات بکنید. خواسته بزرگی هست. هدف ما هم همین است که این واقعیت برای مردم در واقع آشکار بشه. اما جناب آیت الله نجم الدین طبسی یا نمایندهشون به هیچ عنوان نخواستند که حتی یک مورد از این موارد رو بیان بکنند و یا حتی اشاره‌ای بکنند، یا ایشون حتی به کتاب‌هایی که جناب استادشون نوشتند حداقل ما رو آدرس میدادند که فلان کتاب صفحه فلان جواب شما در اونجا هست، ما خودمون میرفتیم و مراجعه میکردیم که متاسفانه چنین کاری رو هم انجام ندادند. به جای این اومدن در 3-4 صفحه مواردی رو نقل کردند از دشمنان محمد ابن عبدالوهاب، از کسانی که مخالف بودند با عقیده محمد ابن عبدالوهاب، انسانهای صوفی و گمراهی بودند که متاسفانه صداقت و امانت علمی نداشتند، افترا بستند بر علیه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. آقایون اومدن این افتراها را نقل کردند برای ما که این پاسخ علمی جواب شما هست. چند مورد رو در اینجا ذکر کردند. یکی از این موارد این است که اشاره کرده در این نامه که محمد ابن عبدالوهاب هر کسی را که درود میفرستاده اون رو میکشتند. هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود میفرستادند این فردی رو در واقع میکشتند
و اجازه نمیدادند، از بس که مخالف بودند با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این دروغی هست که واقعا هیچ انسان عاقلی این چنین دروغی رو نمیتواند قبول بکند. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بر مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بودند و خودشون حنبلی میگفتند و در مذهب امام احمد رحمت الله علیه درود گفتن در نماز جز ارکان و فرایض نماز هست. تا این اندازه مهم هست برایشون. به چه عنوان کسی که درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرض میداند بر انسان در حالت نماز، میآید و کسی را که درود بفرستد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این فردی را میکشد. یه مورد دیگر اومده که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مردم را تکفیر میکرده و هر کسی رو که موافق با عقیدش نبوده اونها را میکشته، که در هفته های گذشته ما به صورت کلی نظر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را درباره تکفیر بیان کردیم. حتی ایشون صراحتا فرموده بودند که اگر من ببینم کسی بر روی قبر که هیچی، بر روی بوتی که بر قبر فلان شیخ عبدالقادر هست اگر سجده بکند، من چنین فردی را کافر نمیگویم. تا این اندازه هست و مطالبی که در مورد تکفیر گفته بودن من به صورت کلی و به صورت مفصل خدمت عزیزان در واقع بیان کردم. آقای طبسی یا نمایندهشون به هیچ عنوان در این چند صفحه‌ای که برای ما فرستادن جوابی رو در مورد خاصه‌ای که ما از ایشون طلب کرده بودیم جوابی رو نفرستادن و تمام مطالبی رو که در چند صفحه از اینجا ذکر کردن از کتابی هست به نام الدر الرستنیه فی الرد علی الوهابیه، که جالب این است که در این 3 ورقی که برای ما فرستادن 12 جا از این کتاب استناد کردند که این کتاب در واقع یکی از کتاب‌های یکی از افترا هست بر روی دعوت محمد ابن عبدالوهاب. همین افتراها رو در زمان حیاتش شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب رد شبهات اکثرش رو پاسخ داده. در رسائل شخصی خودشون ایشون جواب دادن. حتی مواردی رو که در اینجا اومده که محمد ابن عبدالوهاب نمیدونم هر کسی که پیشش می اومد اونو میگفت که بیا مسلمان بشو، اعتراف بکن که قبل از این شما بر شرک بودید و این موارد هست که حتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب در رسائل شخصیش دقیقاً این موارد رو پاسخ گفته و نیازی نمیبینم که من این موارد رو در واقع اصلا از نگاه علمی برای شخصی که به اصطلاح اسمش آیت الله العظما هست، یعنی اینو یک طالب علم که یک آگاهی اندکی داشته باشه از امور علمی میدونه که کسی که با کسی دشمن هست بریم از کتاب اون بر علیه عقیده فلان شخص ما استفاده بکنیم، در حالی که کتابای اون طرف در همه جا هست. ده ها مورد از تالیفاتی که خود ایشون دارن، فرزندان شیخ محمد ابن عبدالوهاب داشتن، عقیده ایشون، خودشون چندین کتاب در باب عقیده نوشتن که متاسفانه در این کتاب‌هایی که ضد محمد ابن عبدالوهاب و در نقد وهابیت نوشته در هیچ کدامشون از کتاب‌های خود محمد ابن عبدالوهاب چیزی رو نقل نکردند که با دلیل علمی در واقع رد بکنند. و این کتاب الدر الرستنیه فی الرد علی الوهابیه مال زینی دهلان است که علما اهل سنت و الجماعت حتی از عرب و غیر عرب بر زینی دهلان که افترای 100% و قطعی هست پاسخهایی رو دادن که من نیاز نمیبینم که در این برنامه من وقت رو به این ضایع بکنم. اما اون چیزی رو که ما از ایشون خواسته بودیم متاسفانه در اینجا هیچ گونه جوابی رو ندادن و در آخر کتاب هم گفتند که اما آنچه را که از حضرت استاد درباره آراء و نظریات توحیدی محمد ابن عبدالوهاب خواسته بودید، همان گونه که خودتان هم در نامه اشاره کرده بودید، حضرت استاد 10 کتاب و جزوه و سخنرانی در رد آراء و نظریات محمد ابن عبدالوهاب نوشته و عرضه کردند. جهت آشنایی با بخشی از نقدها و اشکالات وارده بر محمد ابن عبدالوهاب می توانید به کتاب شناخت وهابیت مراجعه و پاسخ خودتان را دریافت نمایید و نیازی به پاسخ و اظهار نظر مجدد نیست. و در آخر هم گفتند که از شبکه وصال انتظار می رود که متن نامه و پاسخ مرا شجاعانه و بدون دخل و تصرف در آن و قبل از این که از شبکه ها و رسانه های دیگر پخش شود منتشر نمایید. خب ما گفته بودیم که شما بیارید از کتاب محمد ابن عبدالوهاب 3 مورد را بیارید. بسیار مختصر، من سعی کردم که نامه بسیار مختصر باشه که در فهمش و در خوندنش دچار مشکل نشد. فقط گفتند که 3 مورد از کتاب التوحید محمد ابن عبدالوهاب را که به نظر شما تناقض و تضاد بیشتری با عقیده امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، این رو انتخاب بکنید و با دلیل ثابت بکنید که این مخالف با قرآن، مخالف با سنت، از مخالف با اقوال ائمه اهل بیت و مذهب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که
متاسفانه هیچ جوابی رو ندادن. و جالب این است که حتی کتاب شناخت وهابیت که در واقع تألیف خود کسی هست که نامه رو نوشته. من اینو می‌خواستم برای آقای سبزواری رو در موردش بیشتر صحبت بکنیم. خود کتابی هست که یعنی خودشون نوشتند، حالا نمیدونم استادشون نوشته به نام ایشون زدن یا ایشان نوشته به نام استادشون زدن، به هر صورت کتابی هست که در واقع خود این کسی که پاسخ داده این نامه رو برای ما فرستادن. و جالب این است که در کتاب شناخت وهابیت در هیچ جای این کتاب نامی از کتاب التوحید نیست به عنوان اینکه رد بکنن. جزء کتاب‌های تالیفات محمد ابن عبدالوهاب آورده که یکی از کتاب‌هاش کتاب التوحید بوده، اما در هیچ یکی از این صفحات این کتاب من ندیدم که مطلبی رو از کتاب التوحید محمد ابن عبدالوهاب نقل کرده باشه و رد کرده باشن. حتی در فهرست مراجعی که این کتاب رو از اون نوشته که نزدیک به 300 تا مرجع و کتاب هست، اسم کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه جز این کتاب‌ها نیست. چگونه امکان دارد یک انسان عاقلی، یک انسان عالمی، یک انسان مجتهد و محققی ردیه‌ای را بنویسد بر یک فردی و مهمترین کتابش را یا هیچ کدام از کتاب‌هایش را نخوانده باشد یا مطالبی را از اون نقل نکرده باشد و در واقع پاسخ نگفته باشد، به جای اینکه برن از سراغ کتاب‌های اصلی خود این فرد رفتن سراغ دشمنانشون، کسانی که علیه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه کتاب نوشتند و اونها هم از کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه چیزی رو نقل و نقد نکردن به هیچ عنوان. صرفا تمام افتراهایی هست و دروغهایی هست که بر که مغرضان و شرک کسانی که دعوت به شرک میکردن، دعوت به خرافات و بدعات میکردن، افتراهایی هست که علیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب و دعوت توحید در واقع بربسته. بله. احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدی، من اسم این آقا رو حجت الاسلام حسن بلقان آبادی رو سرچ کردم و در سایتی به اسم سایت خبری تحلیلی سبزوار نیوز در اینجا در مورد این شخص نوشتن. واقعا جناب استاد یک مسئله هست، میگن چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد. یعنی این واقعا من تعجب میکنم. در قسمت اول من اشاره کرده بودم که اینها غیرت و مردانگی ندارن که به نامه ما پاسخ بدن. حضرت استاد خندیدن، شاید تصور میکردن که شاید اینا میان و پاسخ میدن، اما واقعیت این است بینندگان عزیز و گرامی، نه مکارم شیرازی، نه طبسی، نه جعفر سبحانی، همه حوزه علمی قم با هم جمع بشن نمیتونن به نامه شبکه جهانی به صالح حق پاسخ بدن، چون پاسخی وجود نداره. آنچه ما در نامه نوشتیم حقیقت است. عقیده محمد ابن عبدالوهاب، عقیده علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین و تا امام حسن عسکری، همه این امامان بزرگوار اهل بیت که اینها خودشون رو پیرو به اونها میدونن، دقیقاً همون عقیده ای رو داشتن که محمد ابن عبدالوهاب، شیخ الاسلام ابن تیمیه و بزرگان به اصطلاح سلفیت یا وهابیت به قول اینها دارن. بر صورت این آقای حجت الاسلام حسن بلقان آبادی رو احمد جان نشون بده. اگر که این اصل ایمیلی رو که برایشون فرستادن در آخرش که امضا و نام آقای حسن بلقان آبادی هست، در اونجا نمیدونم که عمدی بوده یا اینکه یک نوع تنبیه بوده، ایشان نوشتن حسن سبزواری. بله. حسن اینو نشون بده احمد جان. این نامه‌ای که ایشون نوشتن در تاریخ 12/8/1395 شمسی، اینجا نوشته حسن سبزواری، در حالی که وقتی ما تحقیق کردیم در مورد ایشون در یکی از وبسایت های اینها در سبزوار نیوز، حسن حجت الاسلام حسن بلقان آبادی در اینجا ذکر شده. ایشون محقق، نویسنده و دارنده رتبه برتر کتاب سال حوزه در سال 92. و جالب این است که این کتاب برتر همین کتاب شناخت وهابیت هست. عجب. در جلد کتاب نوشتند که نجم الدین طبسی رو تألیف کرده. جایزه‌اش رو دادند به آقای حسن بلقان آبادی. نمیدونم چه معمایی در اینجا هست. کتاب به نام آیت الله طبسی چاپ شده، گرچه زیرش نوشته در صفحه بعدش که به همکاری آقای بلقان آبادی، اما ایشون صاحب جایزه هستند و جایزه رو به ایشون دادن. این یک معمایی هست که باید، نمیدونم آخر این جایزه رو کی برداشته، دادن به آیت الله طبسی یا خودشون برداشتن؟ حجت الاسلام و المسلمین حسن بلقان آبادی در اول شهریور سال 1355 شمسی در خانواده مذهبی در روستای بلقان آباد از تابع بخش
خوشاب شهرستان سبزوار به دنیا آمد. یعنی سبزواری بلخان آبادی همان یکی هست. بله. بعد حالا دوستان میتونن اسم ایشون رو همین حجت الاسلام حسن بلخان آبادی بنویسن. در گوگل اولین مطلب از سبزوار نیوز از این سایت در مورد ایشون هست. من بعضی از قسمت‌هایی رو که اینجا اومده میخونم براتون. همزمان با شرکت در درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله علی دوست با حضرت آیت الله نجم الدین طبسی آشنا شده و زیر نظر دفتر مرجع عالی قدر مرحوم حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی در مباحث و کلاس‌های مربوط به اختلافات شیعه و سنی با گرایش وهابیت شرکت کرده و پس از اتمام مراحل مقدماتی ملازم همیشگی حضرت استاد طبسی گردید و در کتابخانه شخصی استاد و زیر نظر ایشان به تحقیق و تالیف کتاب در رابطه با وهابیت پرداخت. و مطالب متعددی در مورد ایشون نوشته است. اینجاش مهم است که کتاب شناخت وهابیت، نقد و بررسی تفسیری پیشینه عملکردها و باورهای وهابیت یکی از مهمترین و جامعترین کتاب‌های نوشته شده درباره وهابیت در سالهای اخیر است که حجت الاسلام حسن بلخان آبادی در تحقیق و تتبع آن نقش زیادی داشته است. این کتاب حاصل 3 سال تلاش، یعنی 3 سال تلاش کردن، زحمت کشیدن که دروغ‌های 4 تا نویسنده عربی که دشمن محمد ابن عبدالوهاب بودن و به او تهمت و افترا بسته بودن، فقط در ظرف 3 سال اینا رو آوردن ترجمه کردن به فارسی و به خورد مردم دادن. فکر کردن که دیگه همه گوسفند تشریف دارن و حرفای اینا رو گوش میکنن. بر صورت این کتاب حاصل 3 سال تلاش و تحقیق و تتبع حجت الاسلام حسن بلخان آبادی و حجت الاسلام محمد محسن طبسی زیر نظر حضرت استاد آیت الله نجم الدین طبسی است که با استفاده از منابع تاریخی و روایی اهل سنت به نقد و بررسی آرا و افکار و عملکرد وهابیان پرداخته و در 3 بخش کلی به رشته تحریر درآمده و در زمستان 1391 شمسی به چاپ رسیده است. و مطالب دیگری هم در این صفحه وجود داره که در مورد کارهای ایشون که اسمشو گذاشتن تحقیق علمی. کتاب شناخت وهابیت، نقد و بررسی تفسیری پیشینه عملکردها و باورهای وهابیت از میان حدود 80 اثر رسیده به دبیرخانه کتاب سال حوزه در موضوع کلام اثر برگزیده شناخته شده و رتبه اول را به دست آورده و در مراسم کتاب سال حوزه از آن تقدیر به عمل آمده است. ما انشالله این کتاب رو یعنی در جلسات بعد سعی میکنیم که با خودمون انشالله بیاریم و مطالبی رو از این کتاب خدمت بینندگان عزیز نمایش خواهیم داد تا ببینیم که چقدر اینها بر اساس واقعیت و با در نظر داشتن معیارها و اصول علمی تحقیق کردند. 3 سال یک گروه علمی، ایشون آقای حجت الاسلام محسن طبسی و خود آقای نجم الدین طبسی، یک گروه کاری 3 سال عمر خودشون رو ضایع کردند و بهترین کتاب را نوشتن. وقتی که بهترین کتابشون این باشه، انشالله ما خدمت شما بینندگان عزیز مطالب این کتاب رو در جاهایی که نیاز باشه و مطالبی که مطرح میکنیم انشالله خدمت شما معرفی خواهیم کرد تا اینکه ببینیم این کتاب از چه ارزش علمی وجود برخوردار هست. و همون گونه که قبلا اشاره کردم، در این کتاب هیچ کدام از موارد اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را که ایشون در کتابهای خودشون نوشتند در این کتاب نقد نکردند، نه نقل کردند و نه رد کردند و نه نقد کردند. از خود کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه چیزی رو نیاوردن و خصوصا از کتاب توحیدشون که من مراجع این کتاب رو نگاه کردم دیدم که کتاب توحید اساساً جز مراجعی که در نوشتن این کتاب از آن استفاده شده اصلا وجود ندارد. حداقل به عنوان نقد این کتاب یا رد بر این کتاب باید مطالبی رو از این کتاب می آوردند و نقد می‌کردند و رد می‌کردند تا اینکه مردم بفهمند که واقعا محمد ابن عبدالوهاب در کتاب خودشون فلان مطلب را گفتند که خلاف قرآن و سنت و خلاف عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که متاسفانه هیچ موردی از این کتاب را من ندیدم که در کتاب شناخت وهابیت آن را نقد کرده باشد. جزاکم الله خیر. ما در شبکه جهانی وصال حق و در برنامه امامان وهابی شیعه پاسخ جناب حجت الاسلام
سبزواری یا بلقان آبادی رو در نامه دیگه دادند حضرت استاد که من اگر استاد اجازه بدید بخونم قسمت های از این نامه رو. این احمد جان اگر این نامه رو نشون بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای آیت الله نجم الدین طبسی و حجت الاسلام حسن بلقان آبادی سبزواری و علی عباد الله الصالحین السلام. یک نکته رو توضیح بدم در مورد این نقطه و علی عباد الله الصالحین السلام و در آخر این برنامه هم که آخر نامه ایشون که نوشته بودم السلام علی من اتبع الهدی، این دقیقا من قبلا در نامه‌ای که نوشته بودم به مراجع با کمال ادب و احترام بهترین الفاظ را با تحیه اسلامی السلام علیکم و رحمت الله نوشته بودن، اما وقتی که ایشون با این جملات پاسخ دادم من دقیقا جملات ایشون رو در اینجا کپی کردم و گذاشتم که و علی عباد الله الصالحین السلام و در آخرش و السلام علی من اتبع الهدی. تشکر جناب استاد. در این نامه نوشتیم که جناب آقای آیت الله نجم الدین طبسی و حجت الاسلام حسن بلقان آبادی سبزواری و علی عباد الله الصالحین السلام، امروز به فضل الله متعال دوران شعار و شایعه و سیاه‌نمایی به پایان رسیده است و مردم فهیم و حقجوی ایران به درجه از بلوغ فکری و رشد دینی رسیدند که واقعیت‌های علمی را از شعارها و شایعات مغرضانه تشخیص دهند. لابد می‌دانید که کتمان علم، آن هم در زمانی که مردم با آن نیاز مبرم دارند، گناهی است بس عظیم که در روز قیامت مجازات الهی را در پی خواهد داشت، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من کتم علما نافعا الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار در بهار الانوار جلد 2 صفحه 78. کسی که علم نافعی رو پنهان بکنه از مردم، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی لجامی از نار، از آتش بر دهان او خواهد زد. گفتند که فهم سوال نصف جواب است. نمیدانم که شما سوال را نفهمیده اید و یا پاسخی نداشته اید و یا از بیان واقعیت تفره رفته اید و حقیقت را کتمان کرده اید، زیرا شما در پاسختان آسمان و ریسمان را به هم بافته اید و پاسخ شما 1% نیز با سوالی که از شما شده بود همخوانی ندارد. گفته اید حضرت استاد کتاب‌ها و سخنرانی‌های متعددی که در رد وهابیت و نظرات محمد ابن عبدالوهاب نوشته و بیان کردن کافی و وافی دانسته و نیازی به پاسخ دادن به چنین نامه‌هایی را نمی‌بینند. اما واقعیت آن است که پاسخ سوال ما نه تنها در هیچ یک از کتاب‌های ایشان، بلکه در هیچ کتابی که در نقد وهابیت نگاشته شده است وجود ندارد و هیچ کدام از این تیف کتاب‌ها عقایدی را که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید خیش نگاشتند نقد نکرده و خلاف آن را از کلام صحیح و صریح و بی معارض امامان اهل بیت اثبات ننمودند. و شما که در مقام پاسخگویی به جای استادتان برآمده اید، سزاوار بود که به جای تکرار توتیوار یاوه ها و افتراهای افراد ناآگاه و متعصب و مغرض، پاسخ علمی و منطقی سوال ما را از انبوه کتاب‌هایی که بزرگان و اساتید شما در نقد وهابیت نگاشتند استخراج می‌نمودید و برای ما ارسال می‌کردید. شما تفاوت توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و توحید اهل بیت را تفاوت ظلمت و نور دانسته اید و گفته اید هیچ تناسبی بین ظلمت و نور وجود ندارد و هیچ عقل سالمی ظلمات را با نور مقایسه نکرده و دنبال نقاط اشتراک آن دو نمی گردد. آری تفاوت نور و ظلمات بسیار است و ما از میان 100% تفاوت و عدم تناسبی که شما ادعا می کنید صرفاً 3 مورد را خواسته بودیم که با دلیل علمی و طبق شرایطی که در نامه مذکور است برای بینندگان ما بیان کنید. در مورد اظهار نظر درباره کتاب توحید گفته اید جهت آشنایی با بخشی از نقدها و اشکالات وارده بر محمد ابن عبدالوهاب می توانید به کتاب شناخت وهابیت مراجعه و پاسخ خودتان را دریافت نمایید و نیاز به پاسخ و اظهار نظر مجدد نیست.
کتاب مذکور که یک گروه چند نفری 3 سال برای آن وقت گذاشته اید متاسفانه با روشی کاملا غیر علمی نگاشته شده است و به جای نقل عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب از کتب خود ایشان و نقد علمی آن بر اساس قرآن و سنت و گفتار اهل بیت به نقل قول از مخالفان شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پرداخته اید و در هیچ جای کتاب مطلبی از کتاب توحید که مهمترین کتاب عقیدتی ایشان هست نقل و نقد علمی نکردید و متاسفانه کتاب توحید اساساً جزو منابع کتاب شما ذکر نشده است. نمیدانم که چگونه توحید محمد ابن عبدالوهاب را نقل کرده اید، اما یک مطلب از کتاب توحید ایشان نقل و رد نکرده اید. اکنون از آیت الله طبسی و گروه علمیشان که 3 سال را صرف نگارش کتاب شناخت وهابیت کردند می‌خواهیم که حداقل 3 ساعتی را برای پاسخ به نامه ما وقت بگذارند و به جای پرداختن به حاشیه‌ها و نقل اکاذیب و افتراهای دیگران پاسخی دقیق و علمی ارائه دهند و برای اتمام حجت نامه را یک بار دیگر برایتان ارسال می‌نماییم و اگر در نامه ابهامی مشاهده کردید و یا فهم آن برایتان دشوار بود بفرمایید تا با زبانی دیگر و ساده تر برایتان شرح دهیم. و سلام علی من اتبع الهدی، برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه mllive@vesalfad.tv 28/8/1395 هجری شمسی. این نامه رو در هفته گذشته یعنی قرار بود که بفرستیم، اما متاسفانه برنامه اجرا نشد در هفته گذشته و تاریخش با امروز تطابق نداره، تاریخ هفته گذشته است. بله احمد جان، اگر که ایمیل لایف رو نشون بدید، ما هم نسخه PDF و هم نسخه GPG یا تصویر همین نامه رو داریم میفرستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواب نامه حجت الاسلام سبزواری. این نسخه PDF و نسخه تصویری نامه‌ای است که فرستادیم، اکنون ارسال میشه به ایمیل ایشون info.vela@gmail.com. این آرم مؤسسه ایشون هست، ولا صدیقه، و اینم ارسال. تم ارسال رسالتک، پیام فرستاده شد به ایمیل ایشون. تشکر میکنم احمد جان. جناب استاد، نظرتون چه یک بار دیگر این نامه رو بفرستیم به آقای مکارم شیرازی و بسیار عالی خواهد بود. شاید که الان پرینتی رو تهیه کرده بودند بتونند که چاپ بکنند و محضر ایشون تقدیم بکنند نامه رو تا اینکه انشالله پاسخی دریافت بکنند. احمد جان میگه که شاید اینترنتشون نکشیده که دانلود بکنن. حالا دیگه پرینتر اگر بفرستید مجبورید که یک اینترنت بین‌المللی هم بفرستید که بتونن. به هر صورت ایشون بفرمایند، انشالله ما در خدمتشون هستیم. البته نامه رو هم که کتبی با پست هم خدمت ایشون فرستادیم. بله. این آقای مکارم شیرازی. احمد جان اگر نشون بدید این صفحه رو یک بار دیگر، makarim@makarim.ir. ما نامه خدمت ایشون میفرستیم. یک بار دیگه احمد جان نشان بدید. همین نامه رو یک بار دیگه ما خدمت ایشون میفرستیم. امیدواریم که
البته برای بار سوم میشه این سوم، چون یک بارم از طریق پست فرستادیم. اینم ارسال برای آقای مکارم شیرازی. بله. اینم نسخه این نامه که فرستاده شد. تشکر میکنم احمد جان. برای آیت الله طبسی هم ارسال بکن، شاید که بگن حذف شده یا گم کردن نامه رو. یک بار دیگه اگر بینندگان به خاطر داشته باشن، ما خدمتتون عرض کردیم که از طریق پست امرجنسی هم ما فرستادیم نامه رو. اینم سندی از شرکتی که TCS، شرکتی که از طریقش ما فرستاده بودیم این پیام رو. اینم تاریخ شنبه 26 نوامبر 2016. این سند از شرکت هست که این نامه رو ایشون تحویل گرفتن در تاریخ 9/10/2016 ساعت 10:29 صبح. تاریخ 9/10/2016 ساعت 10:29 صبح به وقت ایران این نامه رو در اینجا دفتر آیت الله مکارم شیرازی تحویل گرفته. اینم سند رسمی از شرکتی است که از طریقش این پست ارسال شده بود که دیگه هیچ ابهامی برای ایشون باقی نگذاره. این هم از طریق ایمیل رسیده و هم از طریق پست دستیشون رسیده. امین احمد جان. بله. اینجام نوشته که تاکید بشه که در تاریخ، بله، این مشخصات ارسال کننده هم اینجا هست. فرستنده محمد انصاری برای آیت الله مکارم شیرازی در 5 اکتبر 2016 این نامه ارسال شده و در تاریخ 9/10/2016 ساعت 10:29 صبح دفتر آیت الله مکارم شیرازی این نامه رو تحویل گرفته. بله، 9/10 ماه دهم تاریخ 9. تشکر میکنم احمد جان. جناب استاد، نصیحتی اگر دارید برای آقای مکارم شیرازی تا من این نامه رو یک بار دیگه بفرستم برای ایشون. ما در واقع تقاضا کردیم از بزرگواران شیعه، مراجع شیعه و کسی دیگر رو سراغ نداشتیم که بیشتر از جناب آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی در زمینه نقد وهابیت کار کرده باشند یا آشنایی داشته باشند با عقاید وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. بدین خاطر از این بزرگواران تقاضا کردیم که حقیقت رو برای مردم بیان بفرمایند. اگر واقعا کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه با عقیده امامان شیعه همسو هست، یکی هست، تفاوتی ندارد، با شهامت اعلام بکنند که بله آنچه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمودند دقیقاً عقیده امامان معصوم شیعه هست. و اگر تضاد و تناقضی هست یا تفاوتی رو داره، انحرافی صورت گرفته در عقیده محمد ابن عبدالوهاب، از کتابهای خود محمد ابن عبدالوهاب اون موارد رو ذکر بکنن. ما 3 مورد رو خواستیم از کتاب التوحید یا هر کتابی از کتابهای ایشون هم که پاسخ دادن بازم اشکال نداره. 3 مورد رو از کتابهای محمد ابن عبدالوهاب برای ما نقل بکنن که فلان مطلب، فلان مطلب و فلان مطلب رو محمد ابن عبدالوهاب در باب عقیده و در باب توحید فرمودند که تناقض دارد با قرآن یا با سنت یا با عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این عقیده اهل بیت رو از روایات اهل بیت برای ما ثابت بفرمایند. روایات امام علی رضی الله تعالی عنه تا امام 12 که زنده و حی و حاضر هست و اگر دسترسی دارند از هر کدام از ائمه بزرگوارشون اگر نص صحیح و صریح و بی‌معارضی رو آورده بودند در نقض کلام
محمد ابن عبدالوهاب یا در مطلبی که محمد ابن عبدالوهاب به عنوان توحید و شرک مطرح کرده انشاءالله برای ما بفرستند و ما صادقانه و با شهامت تمام انشاءالله پاسخ علمی شما را در محضر بینندگان عزیز انشاءالله تقدیم خواهیم کرد و انشاءالله که حقیقت برای همگان واضح و آشکار بشه. آنچه را که یک عمر و قریب 4 دهه است که مردم را فریب دادند و مردم را ترساندند از عقیده محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، بیان برای مردم شفاف و به صورت واضح و آشکار بیان بکنند که کجای کتابه های محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و برداشتی را که ایشون از توحید دارند یا مفاد توحیدی که هست کجایش با قرآن و حدیث و گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تضاد دارد. جزاکم الله خیر. اینم احمد جان اگر نشون بدید info@shia.ir ارسال نامه برای بار دوم از شبکه جانی وصال حق. السلام علیکم و رحمت الله. این نامه برای دومین بار به دفتر آیت الله العظمی جعفر سبحانی ارسال می شود. اینم متن نامه است اینجا که ما برای ایشون میفرستیم. نکنه که ایشون ایمیلشون عوض کردن از ترس. احمد جان به هر حال من سعی میکنم این نامه رو یک بار دیگه بفرستم خدمت ایشون. آقای احمد جان این پیام رو نشون بده. دفعه قبل که ما به info@shia.ir این پیام رو میفرستادیم خطا نمیداد. این دفعه میگه که خطا لم یتم التعرف علی العنوان. این آدرس پست الکترونیکی به اصطلاح شناخته نشد، در حالی که دفعه قبل ارسال شده بود به همین آدرس. من از اینجا نشون بدم خدمت بینندگان عزیز. دفعه قبل به همین آدرس از live@wasalfa.tv به info@shia.ir در تاریخ 1 اکتبر ساعت 8:56 شب 1 اکتبر 2016 پیام از برنامه امامان باب شیعه شبکه جانی وصال حق برایشون ارسال شده بود که بله. بازم ایمیل رو یک بار دیگه از اینجا کاپی میکنیم، سعی میکنیم که باز بفرستیم. از اینجا اصلا کاپی میکنیم که دیگه شبهی باقی نمونه. بله الحمدلله که ارسال شد. بله یک بار دیگه ارسال شد. چند ثانیه قبل یک بار دیگه برای دفتر آیت الله جعفر سبحانی یک بار دیگه این پیام رو ارسال کردیم. جناب استاد برای آقای مکارم شیرازی هم بفرستیم یک بار دیگه. آیت الله طبسی و همچنین برای آیت الله طبسی و برای مکارم شیرازی یک بار فرستادیم. برای آقای طبسی هم یک بار دیگه. بله احمد جان داشته باشید تصاویر رو. ما پیام برای مراجع شیعه نجم الدین طبسی، اینم پیام اینجا. بله یک بار دیگه. بله فرستاده شد پیام برای ایشون. تشکر میکنم احمد جان. ما برای اتمام حجت و اینکه شما بینندگان شاهد باشید که این آیات اعظام و حجج اسلام غیر از فریبکاری و دروغگویی و مکاری کاری دیگری ندارن و آنچه که در کتاباشون در نقد وهابیت نوشتن فقط برای ترساندن مردم از توحید و یکتاپرستی و اسلام ناب و حقیقی است.
یک لولو خورخوری درست کردن و مردم دارن ازش میترسونن. هیچ گونه بحث و تحقیق علمی در کتاب‌های اینا وجود نداره. اگر وجود می‌داشت در مدت این 2 ماهی که ما این برنامه را اجرا کردیم حداقل یک پاسخی به یکی از فرمودهای حضرت استاد که در این برنامه ایراد شد میدادن. جناب استاد اگر صحبتی ندارید میام برنامه میگیریم و دوباره انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه امامان وهابی شیعه. الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على وفي كفنا شعلة من علوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء بروم الغيوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء بروم الغيوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. سيأتي الضياء بروم الغيوم
وتشدو الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. اینجا وادی خدید است، 130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند. ما در وصال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. اگر به یاد داشته باشید در قسمتی که گذشت از این برنامه بیننده عزیزی تماس گرفتن و گفتن که اگر مقدمه کتاب توحید رو در برنامه بخونید جالب است. این کتاب توحید است، کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب که به زبان فارسی هم ترجمه شده و عزیزانی که این کتاب رو دوست دارن که داشته باشن میتونن به ایمیل book@visalhaq.tv تماس بگیرن که احمد جان زیرنویس میکنه و این کتاب رو عزیزان ما میتونن برای شما از طریق ایمیل نسخه ورد و پی دی افش رو ارسال بکنن. کتاب توحید اثر شیخ محمد ابن عبدالوهاب و ترجمه شیخ اسحاق دبیری رحمه الله مؤسس کتابخانه عقیده. این کتاب هم در سایت عقیده است و هم در کتابخانه وصال حق دوستان عزیز دارن که شما به مجرد اینکه ایمیل بفرستید ظرف 24 ساعت ان شاءالله این کتاب رو در ایمیل خود خواهید داشت. در مورد مقدمه این کتاب حضرت استاد مطالبی رو انتخاب کردن که اول کسی که مقدمه این رو نوشته، این مقدمه رو نوشته بر چاپ فارسی این کتاب رو معرفی میکنن و بعدم نص مقدمه رو برای شما عزیزان میخونن. جناب استاد.
به خاطر اینکه وقت بینندگان عزیز رو هم نگیریم، من فقط چند مورد رو، یعنی چند نقطه رو و جاهایی رو از این مقدمه انتخاب کردم و خدمت بینندگان عزیز انشاءالله میخونم. این مقدمه در واقع مقدمه ای هست که جناب آیت الله برقعی رحمت الله علیه اینو در یکی از کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع نوشتن، که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یک کتاب دیگری به نام عقیده اسلامی از ایشون چاپ شده که مجموعی از 3 رساله هست از رساله های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که خود جناب آیت الله برقعی به آن اشاره می کند و خود این جریانش که ایشون چی شد که دنبال نقد وهابیت رفت یا شناخت وهابیت رفت، این هم خودش جای تأمل داره و حال بسیاری از علمای امروز را یا از عوام امروز را در واقع بیان می کند که جالب هست که این نکات را انشاءالله بینندگان عزیز هم در ذهن داشته باشند. البته من یک نکته را اشاره کنم حضرت استاد که حضرت آیت الله العظما برقعی، سید ابوالفضل برقعی قمی، یکی از مراجع شیعه و از همدوره های خمینی و دوستان خیلی نزدیک آیت الله خمینی بود که چندین بارم که قصد ترور ایشون رو کردن و خواستن ایشون رو اذیت و آزار بکنن، انصافا خمینی در شروع ازش دفاع کرد و نذاشت که کشته بشه و اگر خمینی نمی بود شاید هم دوستی که بین اینا بود اگر وجود نداشت، شاید همون روزهای اول بعد از اینکه به قول اونها وهابی شده بود آیت الله برقعی، ایشون رو میکشتن. و این آیت الله سید ابوالفضل برقعی مذهب خرافات و خزعبلات رافضیگری رو ترک کرده بود، کتاب‌های متعددی داره. کسانی که میخوان با آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی از مراجع بزرگ تقلید شیعیان ایران آشنا بشن، ایمیل بفرستن به کتابخانه وصال بوکت وصال حق .tv. انشالله کتاب سوانح ایام که خاطرات زندگی ایشون به قلم خودشون هست رو برای شما عزیزان ارسال خواهیم کرد. تصاویر زیبایی هم هست از ایشون از دورانی که در حوزه بودن و با دوستانشون که انشالله این کتاب رو هم میتونید داشته باشید، از طریق ایمیل براتون ارسال میکنیم. در این کتاب زندگی نامه خودشون رو مفصل بیان کردن، خاطرات خودشون رو، مدارک علمی خودشون رو، مدرک اجتهاد و بقیه مواردی که هست کاملا در این کتاب ذکر کردن. کتاب واقعا بسیار جالبی هست که تاریخ ابتدای انقلاب رو و حرکاتی رو که بود و افراد رو به صورت بسیار واضح و شفاف به تصویر کشیده. به هر صورت ایشون خودشون این جریان رو تعریف کردند که چی شده که این مقدمه رو نوشتن و مقدمه رو برای چی نوشتن، این خودش واضح هست و من نمیخوام در این زمینه توضیح بیشتری رو بدم. به نام خدای عزوجل تعالی شأنه العزیز، نویسنده این ترجمه گوید که خود آیت الله برقعی هست: سالهای بسیار در مجالس و محافل ایران طعن و لعن و بدگویی شدیدی میشنیدم از گویندگان دینی نسبت به طایفه وهابیه که ساکن حجازند و این فرقه مقلدین محمد ابن عبدالوهابند در فروع دینی، مانند شیعه که مقلد یکی از علمای خود می باشند و آنان نام وهابی روی خود نگذاشته اند بلکه خود را مسلمان می خوانند و محمد ابن عبدالوهاب عالمی بود که در اوایل قرن 12 هجری برای دفع خرافات مسلمین و رفع شرک قیام کرده و عده‌ای را به نظر اصلاحی خود دعوت کرده. فرق اسلامی پیروان او را وهابی می گویند. در ایران هر کس از بزرگان و علمای دینی حقیقتی از حقایق قرآن و اسلام و توحید را بیان می کرد و یا یکی از خرافات دینی را رد می نمود، فوراً او را تهمت وهابی می زدند و دلیلی بر رد او نداشتند جز این که او وهابی است و به همین بهانه او را می کوبیدند. این جانب تعجب می کردم و به خود می گفتم چگونه هر کس حقیقتی را از قرآن بیان کند او را وهابی می خوانند؟ مگر وهابی ها چه عقایدی دارند که ما نباید داشته باشیم؟ مگر پیغمبر اسلام و علی ابن ابی طالب علیهم السلام و سایر بزرگان اعلام تابع قرآن و متمسک به آن نبوده اند؟ در زمان ما بسیاری از علمای روشنفکر متدین را دیدم که هرگاه خواست از یکی از حقایق قرآنی
پرده بردارد و مردم را به توحید و قرآن آشنا سازد، فوراً به بهانه وهابیگری او را کوبیدند و مردم عوام را علیه او تحریک کردند، مانند آیت الله بزرگ حاجی سید اسدالله خارقانی و آیت الله خالصی زاده و نابغه کبیر شریعت سنگلجی و آیت الله وحیدالدین مرشی نجفی و آیت الله العظمی آقای سید محسن حکیم و حجت الاسلام والمسلمین آقای جلالی کوچانی و امثال ایشان کثر الله تعالی امثالهم. پس در صدد برآمدم به قاعده و به حکم الانسان حریص علی ما منع که جستجو و تحقیق نمایم و ببینم جماعت وهابیه چی میگویند و عقاید ایشان چیست، اگر واقعا مسلمانند که خون و مال و عرض و آبروی آنان محفوظ و بدگویی و غیبت ایشان حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من جنگ کردم تا مردم لا اله الا الله بگویند و موحد شوند و فرمود عرض المسلم کدمه، یعنی آبروی مسلمان مانند خون اوست، همان طوری که قتل مسلمان از گناهان کبیره است ریختن آبروی او نیز از گناهان کبیره است. میگوید که متاسفانه از جماعت وهابیه در ایران نه کسی را یافتم تا تحقیق کنم و نه کتابی از خود ایشان دیدم. واقعا این روش علمی ایشون هست که دنبال کتابهای ایشون بوده که از خود کتاب ایشون دریافت بکنند که محمد ابن عبدالوهاب کی بوده و چه عقیده رو داشته. تا اینکه در سال 1352 شمسی موفق شدم به زیارت بیت الله الحرام و سپس به مدینه منوره برای زیارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در آنجا کتابی دیدم که روی آن نوشته العقیدة الاسلامیه لشیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. به خود گفتم عقیده هر کس را باید از خود او و یا از کتاب او جویا شد و به اشخاص دیگر نباید مراجعه کرد، زیرا ممکن است کم و زیاد و یا تحریف کنند و یا اعمال غرض نمایند. پس بهتر است که کتاب خود این شخص که مؤسس و مرجع بوده مطالعه شود تا از عقاید او و پیروانش آگاهی حاصل گردد. به هر حال آن کتاب را گرفتم برای مطالعه. بعضی از دوستان ما آن کتاب را دیدند و از من ترجمه آن را درخواست کردند تا کسانی که به عقاید وهابی آشنا نیستند آگاه گردند و لذا به ترجمه ساده آن کتاب بدون کم و زیاد اقدام نمودم و اگر لازم به توضیحی بود بین پرانتز توضیح دادم و این کتاب مشتمل است بر 3 رساله از خود شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1390 قمری چاپ شده و مجموعاً در 63 صفحه به اتمام رسیده. رساله اول بحث شده از خداشناسی و دین و پیغمبرشناسی، رساله دوم در بیان راه صحیح و سالم در پیروی دین حنیف و ملت ابراهیم، رساله سوم شبهاتی که مغرضین بر اسلام و توحید وارد کرده اند را رد کرده و جواب آنان را بیان کرده. هدف ما از ترجمه و نشر این کتاب این است که مردم بدانند امروزه روز تفرقه و نفاق نیست و بر هر فرقه از فرق مسلمین واجب است که نزاع و جدال و بدگویی یکدیگر را کنار گذارند و بازیچه و ابزار دست دشمنان اسلام و استعمار طلبان نباشند. مطالبی رو در این زمینه برای وحدت توضیح داده و در آخر این صفحه میگوید که اگر در مسائل علمی و یا دینی کسی اشتباهی کرده فوری به تکفیر و لعن و تفسیق او نپردازند و جار و جنجال راه نیندازند، بلکه به لطف و خیرخواهی با دلایل علمی و قرآنی گوش زد یکدیگر کنند و اختلافات را کم کنند، نمانند بعضی از منبری های نادان به بدگویی و افترا بپردازند و یک کلاغ را 40 کلاغ کنند. و بسیاری از گویندگان را من سراغ دارم که سواد ندارند و کتابی را که نخوانده و بیخبرند به تکذیب میپردازند. پس هدف ما دعوت به مذهب این و آن نیست. ما مسلمانیم و دعوت ما به خدا و قرآن و اسلام است. امروز تمام مسلمین قرآن را قبول دارند و کتاب آسمانی خود میدانند. ما هر فرقه از فرق این را دوست داریم و اگر سخن حقی داشته باشند میپذیریم و از عداوت و عناد به خدا پناه میبریم. در ادامه مطلب در صفحه 6 ایشان میگویند که به هر حال ما مندرجات این رساله را برخلاف کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیدم و مجوز فحش و لعن در آن نیافتم
و دلیلی بر بطلان عقاید آن نداریم، بلکه تمام آن را مطابق کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدم و اگر کسی یکی از مطالب آن را باطل و یا برخلاف کتاب خدا میداند دلیل آن را ذکر کند، نه آنکه به سب و لعن بپردازد. و ما دقیقاً همین رو خواستیم از آقایون مراجع. اگر در کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مطلب باطل یا برخلاف قرآن و سنت و عقیده اهل بیت وجود دارد، آن را برای ما ارائه بدید و آن را برای ما با دلیل و مدرک بیان بکنید تا اینکه بینندگان در واقع از حقیقت امر و از واقعیت‌ها اطلاع پیدا بکنند. این هم نظر شیخ آیت الله ابوالفضل برقعی قمی هست در مورد کتاب عقیده اسلامیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب که خود ایشون این کتاب رو ترجمه کردن. مجموعه 3 رساله هست که الاصول الثلاثه و القواعد الاربعه و همچنین کشف شبهات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و به اضافه این کتاب که کتاب التوحید هست. از این 4 کتاب عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اگر واقعا مخالف با عقیده اهل بیت هست، علما و بزرگان شیعه آستین بالا بزنن و حداقل 3 موردی رو که ما از ایشان خواستیم برای ما بیان بکنن و ما بقیه رو قیاس میکنیم. اگر ایشون 3 مورد رو آوردند که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب با قرآن و حدیث و عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که آن را با روایات صحیح و صریح و بیمار ثابت کردند، دیگه ما حرفی در واقع نداریم و این رو خدمت بینندگان عزیز کاملا و بدون هیچ گونه اجحافی ان شاء الله نمایش خواهیم داد. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و شما ایزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره تلفن برنامه زیرنویس شده و شما ایزان میتونید تماس بگیرید و در رابطه با موضوع امشب صحبت بکنید و همون سوالی که ما از مراجع شیعه پرسیدیم، از آیت الله طبسی، از آیت الله سبحانی، از آیت الله مکارم شیرازی، اگر از عزیزان شیعه ما کسانی هستند که با کتب محمد ابن عبدالوهاب آشنا هستند و دسترسی دارن و تحقیق کردن در این مورد، امیدواریم که کسانی پیدا بشن که بتونن تماس بگیرن و در این رابطه صحبت بکنن. و خواهش دیگر من این است که عزیزان بیننده سوالات شرعی نپرسن در این برنامه، فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنن. بیننده اول، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آیات محمد آقای انصاری و حضرت مولانا عبدالقدوس، قبل از اینکه هر مطلب رو بگم باید اقرار کنم جناب استاد که سالمترین و زیباترین و پرمحتواترین برنامه سازنده ای را که در دعوت برای سازندگی از شیشه تلویزیون و این برنامه ها رو 6 ساله برنامه رو تقدیم میکنم امشب دیدم. دستتون در نکنه، خیلی زیبا بود. نفس کار خیلی قشنگه، انشالله خوب جواب بده انشالله الرحمن و اونایی که فن کار رو دارن انشالله مقدمه باشه. عبارات خیلی زیبا بود، همین که برای اولین بار ادب رعایت شده است و حقوق آقای رضایی. یعنی تا الان ما بیادب بودیم، الان با ادب شدیم. استغفرالله. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. یعنی حالا هنوز جواب نداده، شما خب زیبا نگار چیز کرده نوشته اید و به اعتراف جناب مولانا همشون هم اون جوابی که دادن، متن رو که برگردوندن، اون جوابی که حالا دادن، حالا ولی اون هم زیبا بود. انشالله مقدمه ای باشد برای مطالب بعدی انشالله الرحمن. اما چون من از اول نمیدونم از کی بیننده برنامه شدم امشب، اما خب میدونی که من دیرباز این برنامه شما را دیدم و خوشترین و زیباترین هم زمانی هست که با حضرت عالی صحبت کردم بینی و بین الله. هر وقت با شما در کارشناسایی این شبکه ها صحبت کردم برام خیلی لذت بخش بوده و زیبا بوده. حالا اگر بر این حقیر کمترین، این بیننده کمترین ادون منت بگذارید، اجازه بدید من کل درونم را، اعتقاداتم را نسبت به درون خودم
در از 3-4 دقیقه بیان کنم ان شاء الله الرحمن، بلکه مثمر ثمر بیفتد. آقای رضایی فقط یه خواهش دارم از شما برادر بزرگوار که موضوع برنامه این است که آیا مطلبی در کتب محمد ابن عبدالوهاب خلاف عقیده ائمه بزرگوار شیعه علیهم السلام وجود داره؟ اگر وجود داره لطف کنید یک مورد رو با دلیل و مدرک بفرمایید. محضرتون بگم که استاد بزرگوار، من چند ماه قبلم دستم بالا گرفتم تسلیم شدم، گفتم من نسبت به کتابای محمد ابن عبدالوهاب هیچ اطلاعاتی ندارم، خدا شاهده، هیچ مطالعه‌ای نداشتم و اگرم امشب برام وقتی تو این برنامه نیست که مسئله دیگه بگم اشکال نداره، شب چهارشنبه میام تو برنامه‌تون با صحبت میکنم. فقط یه خوبی دیگه هم امشب برنامه داشت، این برنامه که این مسئله امشب شما شفاف گفتید که عنوانی تحت عنوان وهابیت، موضوعی تحت عنوان وهابیت حالا چیز داره که رو موضوعیتی داره که روش چیز بشه، برخلاف بعضی از شبکه‌ها که بعضی وقت بیننده‌ها زنگ میزنن اصلا میگن آقا همچین واژه‌ای وجود ندارد، یه اتهام است و یه دروغ است. حالا شما گفتید حالا این موضوعیت هم که داشته باشه بیان روش بحث کنیم ان شاء الله الرحمن، اونایی که فنشون است بیان باهاتون صحبت کنن. تشکر. اگر برای مطلبی که من میخوام بگم در اعتقاداتم، برادر عزیز بزرگوار آقای رضایی، اگر روز سه‌شنبه شب چهارشنبه در آن روز که تشریف بیارید من در خدمت شما خواهم بود. فعلا موضوعات برنامه حفظ بشه به نظرم بهتره. تشکر. شنبه میام و آقای عبدالقدوس هم دوست داشتم از اینجا یه سلام علیک خدمتشون داشته باشم، چون یه شبی باش تلفنی صحبت کردم در غیر برنامه، ایشون برنامه رابطه تلفنی داشت، ایشون اون شب به ما لطف کردند و ما را محبت کردند و ذره پروری کردن. می‌خواستم امشب حالا یه سلام علیک خدمتشون داشته باشم. حضرت مولانا زنده باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موفق باشید استاد، کار خیلی خوبی را شروع کردین، ان شاء الله نتیجه بده ان شاء الله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. تشکر از شما. تشکر. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا در مورد وهابیت، این علمای شیعه خیلی میگفتن وهابیت ما هم این همه روشن کرد، مولانا گفتن این وهابیت شده پرداخته شده در اینها برای محکوم کردن ما، ولیکن که هست علماء اهل سنت در سراسر دنیا ارتشن جمع شدن و گفت وهابیت اصلا اهل سنت بود، یعنی وجودش رو قبول کردن ولیکن داخل در اهل سنت ندانستن و علمای وهابی از عربستان و کشورهای دیگه اصلا دعوت نکردن و به این خاطر هم آنها خیلی اعتراض کردن. فقط این علمای شیعه شاید دروغ گفته باشند ولیکن علمای اهل سنت چی گفتند؟ این رو چگونه باید جواب داد که اهل سنت را از وهابیت جدا کرده و وهابیت را خارج از دین اسلام معرفی کردن و گفتن یه برادر عزیز آقای محترم، ببینید فلسفه نگید. اینایی که در اونجا جمع شده بودن علمای بزرگ جهان اسلام که شما ازشون نام میبرید، در بینشون آیا از کشورهای عربی معروف، از علمای بزرگ جهان اسلام، از هیئت علمای مسلمین که به اصطلاح نمایندگی میکنن از علمای جهان اسلام، کسی هم شرکت کردن در اونجا؟ بله، عالم الازهر، رئیس الازهر آنجا بود. عالم ازهر، اون عالم ازهر اون معلومه، من در موردش قبلا صحبت کردم. ببینید ما در اهل سنت هیئت بین‌المللی علمای اسلام دارن که مقرش در قطر هست، رئیسش شیخ یوسف قرضاوی است. آیا ایشون دعوت شده بودن در اینجا؟ واقعا متاسفم برای شما جناب صدای، یعنی کسی میتونه بیاد بگه که مثلا فلانی جزء اهل سنت هست یا نیست؟ چه معیارهایی وجود داره برای کسی رو داخل کردن در جماعت اهل سنت و خارج کردن از جماعت اهل سنت؟ حرف ما همینه، حرف این که فلانی چی گفته، نه شیخ ازهر و نه قبل از اون زینی دهلان و امثال اینها برای ما مدرک نیستن. ما وقتی که با یک معیار علمی میخوایم مشخص بکنیم عقیده اهل سنت و الجماعت چی هست،
هر کسی که این عقیده رو داشته باشه اهل سنت و الجماعته، غیر از آن باشد اهل سنت و الجماعت نیست. بحث ما در برنامه امامان وهابی شیعه این است آنچه را که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمودند دقیقاً همان چیزی هست که امامان شیعه فرمودند و 100% دقیقاً همان چیزی هست که امامان اهل سنت و الجماعت فرمودند. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل. ما این بازم از شما میخوایم همون گونه که از علمای شیعه خواستیم که یک مورد تفاوت از تفاوت‌های اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب با امامان شیعه رو ثابت بکنن، از کسانی که وهابیت را از اهل سنت جدا میدانند ما از ایشون میخوایم که یک مورد را ثابت بکنند که کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب با عقیده امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین تفاوت داره. آن چیزی را که محمد ابن عبدالوهاب گفتند دقیقاً همان چیزی هست که امامان اربعه اهل سنت و الجماعت به اضافه امامان 11گانه شیعه گفتند. هیچ گونه تفاوتی بود در این زمینه وجود ندارد. اما اگر شما بخواهید که شایعات را قبول بکنید، افتراها و بهتانها را قبول بکنید، ما با شما حرفی نداریم. اما اگر دنبال دلیل و مدرک هستید، دنبال واقعیت ها هستید، ما همین تقاضا را از شما داریم. از تمام کسانی که به عنوان شما نمایندگان اهل سنت بودند در گروزنی یا در هر جای دیگر، ما از اونها می‌خواهیم که تفاوت عقیده محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان اهل سنت و الجماعت، امامان چهارگانهشون یا امامان محدثینشون بیان بکنند، همان گونه که از علما و مراجع شیعه می‌خواهیم که تفاوت عقیده محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه بیان بکنند که هیچ گونه تفاوت علمی در واقع وجود نداره. اینها صرفاً یک سری ادعاها و افتراهای بی‌ارزشی هست. بله، تشکر میکنم ازت استاد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. آقا سلام علیکم جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. حالتون چطوره؟ خوبید شما؟ خسته نباشید. زنده باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم، از تهران مزاحمتون میشم. چند شب پیشم تماس گرفتم، گفتم کسی به من وضو و نماز یاد نمیده. یاد خاطرتون میاد؟ بله در برنامه آن روی سکه تماس گرفته بودید. بله انشالله که زنده و پایدار باشید. ای کاش من کنار حضرت علی آقای دهقان بودم، دست و روی آقای دهقان رو میبوستم، ازش خواهش میکردم به من وضو و نماز یاد بده. اولین چیزی که میخوام بگم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. الله اکبر. آره این بدین معنی که این 10 سال پیش در دل من بود که امروز خدمتتون دارم میگم. الله. انشالله زنده و پایدار باشید و با توجه به توضیحاتی که شما بزرگواران فرمودین ما میتونیم عبدالوهاب رو محی الدین بنامیم. در دوران تاریکی ایشون مسلمانان رو به راه راست هدایت کرده و دین اسلام رو دوباره زنده کرده. انشالله که خداوند به شما عمر بده، دست شما درد نکنه. سلامت باشید احمد جان، الله متعال ستون کنه. زنده باشید. قربان شما. به همچنین انشالله زنده و پایدار باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقتتون بخیر، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. خودتون معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ ابوالفضل هستم آقای انصاری. ابوالفضل برادر عزیز بفرمایید. آقای انصاری در رابطه با این سوالی که مطرح کردید چرا مراجعش که پاسخ نمیدن، من یه پاسخ کلی به این قضیه بدم، این که اصلا علمای شیعه گفتمانگویی کرد و حتی در درون خودش گفتمانگویی هست. ما 40 ساله که از انقلاب داره، جز همون سالهای اولیه که آقای بنی صدر یه سری دینی رو انداخت، دیگه شاهد این راه نبودیم حتی در درونش، چه برسه به این که با از خود درست. اگه فرم صحبت کردن علمایش رو در رابطه با مردم حساب کنید، یه زاویه عمود و 5 درجه به پایین داره، یعنی 10 تا سله میرن بالا و اونجا میکنن و متکلم بحثه هستن و این پایین انسان خدا باید بسیدن به اون بالا و فقط و بعد اگر سوال ابهامی بیاد که در ذهنشون باشه با ترس نگرانی از اتهام اصداد بگرن
و اینا خودش تو در واقع سن. این یه مطلبی که میخواستم عرض کنم. من کتاب آقای عبدالوهاب رو در جلسه قبل مطرح کرد که کلابوش بحثش این مفهوم از اینکه اجرایی شد و بحث مقدمه رو مطرح کرد تشکر میکنم. اما به موازات یه درخواستی که دارم و اون اینه که اگر کتاب تو رو به یک مبنای اعتقاد تفکرات آقای عبدالوهاب عنوان احیاگر اعتقادی در سال اخیر طلب کنید، میشه کتاب حکومت یا ولایت فقیه آیت الله خمینی رو به نوعی دیگه فکر دیگری از احیاگری اسلام سیاسی. بحث من اینه که ما میتونید این به اصطلاح پرس جواب بدید که در این کتاب به استناد روایات که از مثلا عمرو بن حنبل تا ابوالبختری یا راویان دیگه روایات از امام صادق شده و از عمه در اثبات این علما وارث ائمه پیغمبران در روی زمین است و ایشون به استناد این روایات حکومت و مانیفست اسلام سیاسی رو استخراج. من سوالم از آقای عبدالقدوس اینه که این کتاب رو اگر مطالعه کنید بفرمایند که سندیت روایات مطرح میکنه چه اندازه قابل در مورد سلسله راویان این روایات و بعد هم این سوال رو حداقل برای کسایی که یا برای خود آقای عبدالقدوس کنم تعارضات کتاب روایات مطرح در کتاب با نص قرآن سنت و عقل در این متن کتاب داره به یه شکل کتاب رو از منظر روایت شناسی شیعه و قرآن و سنت. ابوالفضل برادر عزیز، شما در مورد این کتاب اگر بخواید این مطالب رو بیان بکنیم باید یک برنامه ویژه بگذاریم. من عرضم همینه، یه برنامه ویژه در ادامه همین برنامه که شما در مورد کتاب توحید آقای عبدالوهاب گفتید در ادامه این کتاب رو به اصطلاح بحث مناظره بکنید. درست، چون کتاب حکومت اسلامی یکی از کتاب‌های خمینی است که مملو از سب و دین و تکفیر و مواردی است که یعنی در یک برنامه دو برنامه نمیشه ازش گذشت. آقای انصاری کتاب خوشبختانه در زمره اون کتابایی که مسائل لند خیلی کم و ضعیف که من این کتاب رو 3-4 بار به دقت خوندم. یک بار 16 سالم بوده این کتاب رو خوندم و 2-3 بار در همین هفته‌های اخیر خوندم. نکاتی که شما دارید اشاره می‌کنید شاید در بین کتاب‌های مراجع شیعه ضعیف‌ترین و به اصطلاح کمترین اهانت رو به مقدسات اهل‌سنت داره که حتی یک دو مورد بانش بشه. اصلا اینه که تعارضات این کتاب و روایاتی که چشم انشالله در این مورد انشالله سعی میکنیم در این مورد انشالله با شورای علمی شبکه مشوره بکنیم که اگر برنامه ویژه‌ای در مورد کتاب‌های خمینی بتونیم داشته باشیم که این موارد انشالله بهش اشاره بشه. تشکر از شما برادر عزیز. تأکیدم روی همین کتاب و خواهش دارم اگه ممکنه آخر برنامه من چند لحظه با شما تماس بگیرم ممنون می‌شم. انشالله. تشکر از شما برادر عزیز. آخرین تماس رو میگیریم. بله بیننده گرامی سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای انصاری بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از اهواز. آقا محمد از اهواز. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. خیلی مختصر چون وقت برنامه از خدمت شما راجع به برنامه‌ای که گذاشتید خواستم خدمتتون عرض بکنم شما که مدعی این هستید که با مراجع قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا